آقا یه تناقضی تو این بازار کار هلند وجود داره. اونم اینه که از یه طرف همه میگن آقا کار تو هلند خیلی زیاده، بشتابید، کلی کمبود نیروی کار متخصص وجود داره. مثلا تو این سال 2026 این ویدیوها رو ضبط میکنن و نه گذشته. میگن کار خیلی زیاده، بشتابید و کمبود نیروی کار متخصص تو هلند. از اون طرف هم خیلی اپلای میکنن، میگن آقا من 50 تا 100 تا اپلیکیشن فرستادم ولی حتی یه دونه مصاحبه دعوت نشدم. یا خیلی میگن آقا من درسم تموم شده تو هلند، اومدم اینجا هلند درس بخونم که بتونم بعدش کار پیدا کنم، ولی الان نزدیک 6 ماه 9 ماه من فارغ التحصیل شدم هنوز کار پیدا نکردم. و این تناقض در حقیقت وجود داره تو این بازار کار هلند. از یه طرف میگن کار خیلی زیاده، از یه طرف میگن که آقا من اپلای میکنم پس چرا نتیجهشو نمیبینم. این کمبود نیروی کار پس کجاست؟ و امروز میخوام در مورد این تناقض باهاتون صحبت کنم. اینکه بازار کار هلند خیلی عوض شده، یعنی همچنان کار هست ولی یه سری سختی‌ها داره. در مورد این میخوام تو این ویدیو باهاتون صحبت کنم. ببین من به واسطه کاری که حالا انجام میدم خب با خیلیاتون از گذشته در ارتباط بودم. قبل از اینکه بیاین با هم دیگه صحبت کردیم و این مسیر مرتبی رو چیدیم که شما مهاجرت کنین. یه عده‌تون هم حالا بعد از اینکه مهاجرت کردین به روش‌های مختلف با هم دیگه در ارتباط بودیم و این تجربه هایی که از شما شنیدم و حتی بخشی از اینا تجربه خودم هم هست، چون به هر حال منم اینجا کارمندم. یه سری از این تجربه‌ها یکسانه و تو همه این تجربه‌ها من سه تا مورد رو دیدم که همش داره تکرار میشه. یکی از اینا اینه که آقا وضعیت بازار کار، یعنی نیروهای کاری که میخوان اصلا کم شده، موقعیت شغلی کم شده. دو، خیلی از این شغلا نیاز به زبان هلندی داره، یعنی قبلا خیلی راحت شما میتونید به زبان انگلیسی کار پیدا کنی، الان یه ذره سختگیری رو زبان هلندی بیشتر شده. یعنی اگر بخوای نسبت به گذشته بسنجی میبینی که خیلی از این شرکت‌ها حتی اگر اون پوزیشن کاری نیاز به زبان هلندی هم نداشته باشه، ترجیحشون اینه کسی رو استخدام کنن که بتونه به هلندی صحبت کنه. این البته دلایل مختلف داره. یکیش اینه که الان خیلی اعتراضا زیاد شده تو هلند که چرا ما این همه انگلیسی زبان داریم در حالی که زبان هلندی عملاً داره به حاشیه میره. پس یه بخشش اینه که دنبال اینن که این زبان هلندی رو دوباره بیارنش بالا. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که خب شرکت‌ها وقتی ببینن شما میتونی به هلندی صحبت کنی، یه ذره خیالشون راحت‌تره که احتمالاً شما تو این کشور به مدت بیشتری می‌خوای بمونی. پس احتمال اینکه پایبندی و تعهدت به این شرکت بیشتر باشه بیشتره. اینطوری نیست که 2 روز اینجا کار کنی بعدش باشی بری یه کشور دیگه. خب یه جوره انگار اعتماد هم میده به اون شرکت. ولی مهمتر از اون همینیه که گفتم که خیلی از شرکت‌ها، خیلی از مردم الان سر این ناراحتن که چرا همه دارن به انگلیسی صحبت میکنن، همه به انگلیسی کار میکنن و زبان هلندی کم رنگ شده. حتی خیلی از دانشگاه‌ها تو قوانین جدیدشون اینه که رشته‌های کارشناسیشونو که به زبان انگلیسی برگزار میشد کمتر کنن پذیرش، یا اصلا به طور کلی به هلندی برگزار کنن. پس اصلا می‌بینید این نگرشه داره عوض میشه. پس اگر دوباره بخوایم برگردیم به این تجربه‌ها، یکیش اینه که موقعیت‌های کاری کم شده، زبان هلندی بیشتر میخوان و سه، بحث ویزا و اینا هم زیاد تکرار میشه. یعنی خیلی از بچه‌ها مشکل ویزا دارن. وقتی شما میخواید توی شرکتی کار کنی، بعضی از این شرکت‌ها کارهای و پروژه‌های خاصی انجام میدن که بچه‌های ایرانی به خاطر حالا ملیتی که داریم متاسفانه، نه حالا نمیدونم بگم خوشبختانه متاسفانه، ولی متاسفانه به خاطر شرایطی که وجود داره نمیتونن کارها رو بگیرن، چون پروژه حساسه و به خاطر تحریم‌ها خیلی چیزای دیگه باعث میشه که نتونن این کارا رو بگیرن. پس این سه تا پترن داره همیشه تکرار میشه. اما چیکار میشه کرد؟ ببین این کمبود نیروی کار وجود داره، اما میشه یه کارایی کرد که اینو بهترش کرد، یه کارایی میشه انجام داد که ما بتونیم کارو بگیریم. اما قبل از اون بیا بریم سراغ آمار و ارقام، ببینیم اصلا چی عوض شده، شرایط چیه، چرا قبلا بهتر بود الان یه ذره وضعیت تو هلند عوض شده، چرا یه زمانی کم بوده نیروی کار متخصص قشنگ به چشم میومد و دنبال نیروی کار میگشتن شرکت‌ها، ولی الان برعکس شده، الان کارمندان که دنبال شرکت‌ها میگردن تا استخدام بشن و آخرش هم ممکنه به نتیجه نرسن. ببین سال 2021 2022 بود، بعد از دوران کرونا که خب خیلی از شرکت‌ها دیدن پروژه‌هاشون خوابیده، کلی کار هستش که باید انجام بشه و دنبال این بودن که نیروی کار متخصص رو جذب کنن به روش‌های مختلف، با حقوقای بالا، با شرایط رقابتی که به وجود می آوردن، دنبال این بودن که نیروی کار رو جذب کنن، چون کاراشون مونده بود، کلی پول رو زمین بود که اینا باید جمع می‌کردن. پس دنبال نیروی کار بودن و خیلی شرایط خوبی بود واسه کارمندا. من یادم همون زمان کلی پوزیشن‌های مختلف تو لینکدین پیدا می‌شد، یعنی ریکروترها بهتون و حتی به خود من پیغام میدادن که آقا مثلا این پوزیشن هست، اگر دوست داری، اگه علاقه‌مندی، یه تایمی رو بوک کنیم با هم دیگه صحبت کنیم در مورد پوزیشن. پس خیلی راحت‌تر میشد کار پیدا کرد.
خیلی وقتا حقوقای بالا میدادن، بونس میدادن، لانچ الاونس میدادن، نمیدونم بنفیت‌های مختلفی میدادن که شما رو جذب کنن. اما الان تو سال 2026 شرایط عوض شده. اول اصلا میدونیم اقتصاد یه ذره شرایطش تغییر کرده، یعنی الان به اون حالت وضعیت ایدئالی وجود نداره. خیلی از شرکت‌ها اصلا نمیدونن آینده قراره چه جوری بشه، مخصوصا با این هوش مصنوعی که اومده. خود شرکت‌ها هم خیلی مطمئن نیستن که دارن چی کار میکنن. شما اینو میتونید تو روند استخداما ببینی. خیلی وقتا میبینی که آقا شرکت‌ها الان به جای اینکه بخوان مثلا استخدام کنن، یه نفر از شرکت میره، به جای اینکه بخوان جایگزینش کنن، میبینی تا مدت‌ها اصلا اون پوزیشن خالیه، کسی رو نمیگیرن. یا خیلی وقتا الان میبینی که کارهایی که میخوان انجام بدن و واسه پوزیشن‌های جونیور کارا رو میدن به ای آی. یعنی اصلا شما میبینی پوزیشن‌های جونیور خیلی کم شده. به عنوان کسی که درست تموم میشه خیلی سخت کار پیدا کنی. پس این تفاوت‌ها وجود داره. این تغییرات به وجود اومده و این کمبود نیروی کار با اینکه الان وجود داره، کمبود نیروی کار داریم، اما به این معنی نیست که تو همه رشته‌ها ما کمبود نیروی کار داریم. بسته به موقعیت اون شغل داره، بسته به زبانی که می‌خوای واسش کار پیدا کنی داره، بسته به تجربه شما داره و خیلی چیزای دیگه. یعنی به این سادگی نمیشه گفت که فقط کمبود نیروی کار متخصص داریم پس ما اگه اپلای کنیم کارو میگیریمش. تعداد موقعیت‌های کاری اول از همه کم شده. دو، خیلی از اینها به زبان انگلیسی کفایت نمی‌کنه، باید زبان هلندی رو بلد باشین. خیلی از اینها نیاز به تجربه 2-3 سال داره. قدیما شما اگر مثلا این پوزیشن نوشته بود 3 سال سابقه کار، با 1 سال هم میتونستی اپلای کنی کارو بگیری. ولی الان اگر نوشته 1 سال، شما باید 3 سال سابقه کار داشته باشی تا بتونی اون کارو بگیری. کلا همه اینا باعث شده که شرایط پیدا کردن کار و حتی اپلای سخت‌تر بشه. قبلا شما مصاحبه رو در 3 مرحله میتونستی انجام بدی. مرحله اول مصاحبه با ریکروتر، بعدش با مدیر، بعدش هم جاب آفر. الان عوض شده. شما باید 4-5 مرحله مصاحبه بدی تا بعدش آیا آفر بگیری یا نه. قول مرحله پنجمش هم بحث ویزا و شرایطیه که حالا ممکنه بگن آقا شما وضعیت ویزا چون از ایران و نیاز به ویزا داری، ما مثلا جزء شرکت‌های اداره مهاجرت نیستیم یا این پروژه خاصیه و نمیتونیم بهت آفر بدیم. پس این سختی‌ها رو داره. مسئله بعدی که بچه‌ها مهمه، مسئله ویزای شماست. خب خیلی از شما دارین از ایران اپلای میکنین و این اپلای نیاز به اسپانسر کاری داره که برای شما درخواست بده و در حقیقت اسپانسر شما بشه که بتونین ویزا بگیرین و وارد هلند بشین. ولی صادقانه بخوایم فکر کنیم، یه شرکت وقتی بخواد یه نفر رو استخدام کنه از خارج از اتحادیه اروپا با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که وجود داره و اونم از کشور ایران که دیگه خودتون میدونین که چقدر مسائل تحریمی و اینا مسئله سازه، چرا باید بیاد ریسک کنه و یه نفر رو خارج از اتحادیه اروپا بگیره؟ خب اینجا خیلی مهمه که شما یا یه تخصص خیلی خاص داشته باشی. یعنی اولا واسه هر شغلی اصلا ما صحبت نمی‌کنیم. شغل‌هایی باید شما دنبالش بگردین که نیاز به تخصص خاص داشته باشه و شما تو اون تخصص خیلی خوب باشین. یعنی یا سابقه کار خوب داشته باشین یا بتونین توصیه‌نامه‌های خوبی بگیرین، سابقه کار بالا داشته باشین. اینا باعث میشه یه ذره رزومتون، یه ذره پروندهتون قوی‌تر بشه. من ویدیو در مورد اینکه خودم چطوری شغلمو از زمینه مهندسی عمران به سمت دیتا بردمش، در مورد اون یه ذره صحبت کردم و گفتم چطوری میتونیم رزوممون یا پروندهمون رو یه ذره قوی‌تر کنیم. تو اون ویدیو سعی کردم چیزایی که میدونم، یعنی و فکر می‌کنم به درد این ویدیو هم میخوره رو توضیح بدم. اگر دوست داشتین اون ویدیو رو ببینین، لینکشو میذارم این بالا که در مورد اینه که ما چطوری میتونیم رزوممون رو قوی‌تر کنیم، به جای دیدن 2-3 تا کورس چند تا پروژه یا کار عملی انجام بدیم. پس اون ویدیو رو ببینین. ولی در کل شما باید یه ذره تخصص رو بالاتر ببرین تا اون شرکت ریسک استخدام شما واسش کمتر بشه. چرا؟ به چند علت. یکی این که گفتم وضعیت کشورمون مسئله سازه. مسئله دومش اینه که باید حقوق بیشتری بده. مسئله سومش اینه که خیلی از این شرکت‌ها اصلا نمیدونن پروسه اسپانسر شدن چه جوریه. یعنی شما باید اول بیای واسش توضیح بدی، ببین آقا جان این اصلا کار سختی نیست. شما کافیه فقط با اداره مهاجرت صحبت کنی، یه سری مدارک تو، یه سری پروندهات میره زیر نظر اداره مهاجرت. درسته یه ذره سختگیری واسهشون دارن، یعنی خیلی از چیزاشون میره زیر ذره بین. ولی در کل واسه شرکتی که همه چیش رو به راه باشه و صاف و صادق باشن خیلی مسئله خاصی نیست. ولی خیلی هاشون میترسن، میگن چرا ما باید بریم زیر ذره بین اداره مهاجرت و جای مختلف. پس کلا استخدام کسایی که خارج از اتحادیه اروپا هستن سخت‌تر شده و جدا از اون شما برای اینکه بتونین تو این دایره رقابت باشین باید پروندهتون یا رزومتون رو خیلی قوی‌تر کنین. دیگه این گذشته نیست که موقعیت‌های کاری جوری باشه که شما شرایط رقابتی خاصی داشته باشین. باید پروندهتون رو انقدر قوی کنین که تو این دایره رقابت سخت با تعداد موقعیت‌های کاری کم و متقاضی زیاد بتونین به چشم بیاین. یه علتی که من همیشه به بچه‌ها میگم اگر تو ویزای جستجوی کار باشین یا اینجا درس خونده باشین و بعد بخواید دنبال کار بگردین شرایطش راحت‌تره همینه. چون شرکت‌ها یه ذره خیالشون راحت‌تره که این فرد الان تو ایران نیست، اینجاست. اگر اینجا قبلا ویزا گرفته احتمالاً بک‌گراندش سالمه، خیلی مسئله خاصی نداره. پس یه ذره ترسشون کمتر میشه، گاردشون میاد پایین. مرحله بعدی
با حقوق کمتری میتونن شما رو استخدام کنن و این خیال در حقیقت اون کارفرما رو راحت‌تر میکنه، چون باید به شما اعتماد کنه دیگه، بگه آقا من میخوام این فرد رو استخدام کنم، اسپانسر کاریش هم بشم، حقوق بالا هم بدم، بعد اگر کارمند درست حسابی نباشه من اینو چجوری اخراجش کنم؟ به این راحتی ها نیست تو هلند اخراج کردن که. پس یه ذره میترسن. ولی اگر شما اینجا درس خونده باشی یه سری شرایط داری که اونا خیالشون راحت تره که شما رو استخدام کنن. پس از این نظر یه برگ برنده است اگر شما تو هلند درس خونده باشی یا ویزای جستجوی کار گرفته باشی. حالا فرض کنیم که این وضعیت کار موجوده دیگه، کارش هم نمیشه کرد، بیایم دنبال راه حل بگردیم. ببین صادقانه اول از همه شما باید ببینی که وضعیت چطوره، یعنی خودت باید بیای وضعیتت رو بسنجی که جزء کدوم دسته هستی. جزء افرادی هستی که داری از ایران اپلای می‌کنی یا جزء افرادی هستی که داخل هلنده؟ جزء افرادی هستی که اینجا درس تموم شده تو دوره زوکیاری یا جزء افرادی هستی که تو ایرانی و می‌خوای از ایران مستقیم اپلای کنی؟ سابقه کار زیادی داری یا نه تازه فارغ التحصیل شدی؟ زبان هلندی بلدی یا نه؟ میخوای واسه موقعیت‌های سنیور یا مید سنیور اپلای کنی یا واسه موقعیت‌های جونیور؟ همه اینها تو پرونده شما و استراتژی که میخوای انتخاب کنی تاثیرگذاره. پس باید اول از همه وضعیت خودتون رو بسنجین و بعد بر اساس اون حالا بریم جلو استپ بای استپ که ببینیم چطوری شما میتونی اقدام کنی که کار پیدا کنی زودتر. اما چند تا نکته بچه‌ها، اگر شما تازه فارغ التحصیل شدین یا نزدیک فارغ التحصیلیتون هستش، از الان باید شروع کنین. یعنی شما 6 ماه 9 ماه قبل از اینکه فارغ التحصیل بشین باید شروع کنین به دنبال کار گشتن. در ضمن تو دوران تحصیلتون اگر تونستین حتما کارآموزی رو انجام بدین. کارآموزی انجام دادن یه پروژه‌ای که مرتبط با یک شرکت هلندی باشه و یه توصیه‌نامه از یه فرد هلندی، یه کسی که تو هلند کار میکنه، اینا خیلی میتونه شانستون و پروندهتون رو قوی‌تر کنه. پس سعی کنین حتما کارآموزی انجام بدین، پروژه عملی انجام بدین. تو این پروژه عملی با افرادی که حالا هلندی هستن یا تو هلند هستن کار کنین. توصیه‌نامه بگیرین. زبان هلندیتون رو حتما بخونین. یعنی نگین حالا من میرم سر کار بعدن هلندی رو یاد میگیرم. شما باید قبل از اینکه کارو پیدا کنی زبان هلندی رو یاد بگیری. ببین حداقل تا B1 باید یاد بگیری. میدونم شما واسه شهروندی شدن، واسه اینکه پاسپورت بگیری تا همون A2 کافیه، تا همون B1 کافیه، میتونی اینا رو یاد بگیری. اما واسه اینکه کار پیدا کنی شما باید زبان هلندیت یه ذره قوی‌تر باشه، در حد پاسپورت نیست، یه ذره باید بهتر بلد باشی. پس حداقل تا B1 رو یاد بگیر، بعد که رفتی سر کار یواش یواش میتونی بهترش کنی. نذار بعد از کار دنبال یادگیری زبان هلندی باشی، قبلش شروع کن. و اما اگر شما داخل ایران هستین و حالا تازه میخواین از ایران اقدام کنین، باز شرایطش فرق میکنه. اما اگر شما از داخل ایران دارین اپلای میکنین، اول از همه واسه اینکه زمانتون رو صرفه جویی کنین درش، اینه که شما ببینید اصلا کدوم شرکت‌ها رو دارین واسش اپلای میکنین. این شرکت‌ها جزء شرکتایی که در اداره مهاجرت ثبت شدن هستن. آیا میتونن واسه ویزای شما اقدام کنن؟ آیا موقعیت‌های جونیوری که شما می‌خوای واسش اپلای کنی، من که میگم مید سنیور یا سنیور باید اپلای کنی، ولی اگر می‌خوای موقعیت‌های جونیور اپلای کنی، اول از همه ببین میزان حقوقی که واسه جونیورتون شرکت میدن چقدره. چون خیلی از این شرکت‌ها اگر بخوان نیروی کار جونیور بگیرن، باید شرط حداقل حقوق رو رعایت کنن و اداره مهاجرت بهشون اجازه نمیده که نیروی کار رو جذب کنن با حقوق پایین. پس اول از همه باید ببینی که آیا برای اون موقعیت جونیور حقوقی که میدن به اندازه کافی هست که اداره مهاجرت قبول کنه یا نه. اگه نیست اصلا الکی وقت خودت رو هدر ندی، الکی زمان نذاری واسش. پس مورد اول شرکت مورد نظر تو پیدا کن که تو اداره مهاجرت باشه، جزء شرکت‌های اسپانسر باشه. لینکشو تو کانال تلگرام گذاشتم، راستی اگه دوست داشتین اونجا جوین بشین، این شرکت‌ها رو میتونین پیدا کنین. دو، اگر واسه سنیور میخواین اقدام کنین یا جونیور، در کل ببینین میزان حقوقی که میدن بهتون چقدره و بعد بر اساس اون تصمیم بگیرین که واسه این موقعیت‌ها اقدام بکنین یا نه. 3، وقتی میخواین واسه موقعیت کاری بگردین، یه موقعیت کاری با یک عنوان خاص رو فقط دنبالش نگردین، موقعیت کاری مشابه هم دنبالش بگردین. چون بعضی وقتا شرکت‌ها کاری که انجام میدن یکسانه ولی عنوان شغلیش متفاوته. مثلا شما ممکنه کار دیتا انجینیر انجام بدی ولی توی شرکت اسمش دیتا آنالیست باشه، توی شرکت بی آی آنالیست باشه، توی شرکت آنالیتیکس انجینیر باشه. شرکت‌های مختلف اسمای مختلف داشته باشن. پس بر اساس اینکه شما چه مهارتایی رو دارین، عنوان‌های شغلی متفاوت رو دنبالش بگردین تا شانستون بره بالاتر. دو تا نکته دیگه‌اش این که سعی کنین به جای اینکه بخواید فله اپلای کنین، یهو 100 تا اپلیکیشن بفرستین، شما ماهی 5 تا 10 تا اپلیکیشن بفرستین، ولی اپلای هایی که میکنین هدفمند باشه. یعنی رزومتون کاملا منطبق با اون پوزیشن باشه. قشنگ تحقیق کرده باشین این پوزیشن چی میخواد و شما چطوری مرتبطی با اون پوزیشن و یه رزومه درست حسابی واسه اون پوزیشن درست کنین. همینطوری نباشه یه رزومه فله‌ای بفرستین. پس موقعیت‌های کاری رو قشنگ گلچین کنین، تعداد کم ولی با کیفیت خوب اپلای کنین. 2، سعی کنید به آدمایی که تو اون شرکت کار میکنن پیغام بدین. اصلا خجالت نکشین. خیلی از افراد
میتونن شما رو حتی ریکام کنن، میتونن شما رو توصیه کنن که بخواید واسه اون شرکت اپلای کنین و شانس قبولی بالاتری داشته باشین. ریفرالی که افرادی که تو این شرکت ها هستن واسه شما انجام میدن خیلی تاثیرگذاره. پس از این خجالت نکشین که با افرادی که تو شرکت های هدفتون کار میکنن ارتباط بگیرین، صحبت کنین و اگر میتونن شما رو ریفر کنن بر اساس ارتباط خوب و رزومه خوبی که ساختین و باهاشون شیر کردین. و اما اگر بخوام این ویدیو رو خلاصه و جمع بندی کنم، بچه‌ها درسته که کار توی هلند همچنان زیاده، درسته که کمبود نیروی کار توی هلند وجود داره، اما این به معنی نیست که کمبود نیروی کار متخصص تو همه زمینه‌ها وجود داره. نه، اگر شما تو زمینه درمان بخوای کار کنی، بله نیروی کار کمه و موقعیت‌های کاری زیاده، اما اگر بخوای تو زمینه‌های دیگه کار کنی ممکنه همچنان کمبود نیروی کاری به اون صورت وجود نداشته باشه و رقابت خیلی سخت باشه. پس شما باید شرایط رقابتیتون رو ببرین بالا. چطوری؟ یه ویدیو قبلا در موردش ضبط کردم، تو اون ویدیو توضیح دادم، لینکش رو میذارم اینجا. اما شما در حالت کلی بهتره که زبان هلندی رو حتما تا سطح B1 یاد بگیرین. 2. کارهای عملی، پروژه عملی انجام بدین. یعنی به جای اینکه بخواید دنبال پروژه هایی باشین، کورس هایی باشین که فقط به شما مدرک بده، بهتره دنبال دوره های عملی باشین، پروژه عملی، توصیه نامه بگیرین از افرادی که توی هلند کار کردن، تو شرکت های مختلف با آدمای مختلف ارتباط بگیرین. اینا پرونده شما رو قوی میکنه. و در نهایت اگر دوست داشتین که در مورد شرایط شما به طور اختصاصی تر با هم دیگه صحبت کنیم، میتونید به خودم پیغام بدین، تو تلگرام میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. آدرس سایت رو هم که گذاشتم میتونید از طریق سایت هم با هم در ارتباط باشین. و در ضمن عین همیشه اگر این ویدیو فکر می‌کنین واسهتون مفید بود، چیزی ازش یاد گرفتین، اول از همه ممنون میشم که لایکش کنین که این کانال دوباره تو الگوریتم قرار بگیره و جدا از اون اگر فکر می‌کنین به بقیه هم میتونه کمک کنه، این ویدیو رو باهاشون به اشتراک بذارین. دمتون گرم، امیدوارم ویدیو خوبی بوده باشه واسهتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.